فکر کنین، سپیده دم بشریت، زمین تازه شروع شده و فقط 2 برادر روی اون زندگی میکنن. داستانی که امروز میخوایم با هم مرور کنیم فقط یه قصه قدیمی نیست. این داستان اولین خونیه که روی زمین ریخته شد. یه روایت عمیق از ریشه‌های حسادت، گناه و پشیمانی توی وجود همه ما. بیایید ببینیم این ماجرای تکان دهنده از کجا شروع شد. خب، بریم سراغ شخصیت‌های اصلی ماجرا. 2 برادر، اما انگار از 2 دنیای کاملا متفاوت. یه طرف هابیل رو داریم، یه چوپان آروم و با ایمان، یه جورایی نماد صلح و صفا. طرف دیگه قابیل، یه کشاورز سرسخت با یه روحیه طغیانگر. همین تضاد ساده صحنه رو برای اولین تراژدی بزرگ تاریخ آماده میکنه. همه چیز از یه آزمون شروع شد. یه فرمان الهی که از هر 2 برادر خواست یه قربانی تقدیم کنن. اما ببینید، این یه امتحان معمولی نبود. هدفی نبود که ببینن کی چیز گرونتری میده. نه، این یه سنجش عمیق بود تا معلوم بشه توی قلب این 2 نفر چی میگذره. یه آزمون خالص برای سنجش نیت. جالبه که خود قرآن هم ما رو مستقیم میبره وسط ماجرا. آیه میگه و داستان 2 فرزند آدم رو به درستی براشون بخون، اون موقعی که هر کدوم یه قربانی آوردن. همین یه جمله شروع یه ماجرای عجیبه. یه امتحانی که مسیر تاریخ رو برای همیشه عوض کرد. حالا تفاوت رو ببینین. تفاوت قلب‌ها اینجا معلوم میشه. هابیل رفت بهترین گوسفند گلش رو، چاقترین و سالمترینش رو با یه قلب پاک و خالص آورد. اما قابیل چی؟ رفت بیارزشترین و ضعیفترین بخش محصولش رو برداشت و آورد. انگار که از سر زور و بیمیلی این کارو میکرد. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که میفهمیم مسئله اصلاً ارزش مادی اون هدیه نیست. مسئله اون نیتیه که پشتشه. و خب، نتیجه کاملاً قابل پیش بینی بود. قربانی هابیل که از ته دل بود قبول شد. اما هدیه قابیل که بوی بیمیلی و حسادت میداد رد شد. این فقط یه نه ساده نبودا. این لحظه یه نقطه عطف بود. یه جرقه‌ای که قرار بود یه آتیش بزرگ بپا کنه. رد شدن قربانیش مثل بنزین بود که روی آتش درون قابیل ریخته شد. یه احساس جدید و وحشتناک برای اولین بار در وجود یه انسان جوونه زد. حسادت. نمیتونست تحمل کنه که برادرش از اون بهتر دیده شده. و این حسادت خیلی زود تبدیل به یه خشم کور و ویرانگر شد. و بعد اتفاقی افتاد که تا اون روز سابقه نداشت. قابیل توی اوج عصبانیت اولین تهدید به مرگ تاریخ بشریت رو به زبون آورد. مطمئن باش میکشمت. یه لحظه فکرشو بکنین، تا اون موقع همچین حرفی اصلا وجود نداشت. اولین بار بود که یه آدم دیگر رو تهدید به گرفتن جونش میکرد. واقعا تکان دهنده است. اما جواب هابیل، عجب جوابی، پر از آرامش و حکمته. به جای اینکه اونم عصبانی بشه و مقابله به مس کنه، خیلی آروم به ریشه مشکل اشاره میکنه. خدا فقط از آدمای با تقوا قبول میکنه. میدونین چی میگه؟ میگه مشکل من و تو نیستیم. مشکل اون چیزیه که توی قلبمونه. منطق هابیل خیلی جالبه. حرفش این نیست که میترسه یا ضعیفه. نه، حرفش از یه جای عمیق‌تر میاد. میگه من دستم رو رود بلند نمی‌کنم چون از خدا میترسم. من ترجیح میدم تو بار گناه خودت رو سنگین‌تر کنی تا اینکه من دستم به گناه آلوده بشه. یعنی یه جورایی انتخاب میکنه که مظلوم باشه ولی ظالم نباشه. ولی خب، حرف منطق و ایمان هابیل توی گوش قابیلی که چشمش رو حسادت کور کرده بود فرو نرفت. اینجا دیگه داستان به تراژیک‌ترین بخش خودش میرسه، جایی که میبینیم اولین گناه بزرگ بشر چه عاقبت تلخ و سنگینی داشت. و بالاخره اون اتفاقی که نباید میافتاد، افتاد. حسادت پیروز شد و قابیل برادرش رو کشت. تمام شد. اولین خون بیگناه روی زمین ریخته شد. اولین قتل تاریخ. فکر میکنین قابیل بعدش احساس پیروزی کرد؟ اصلاً. قرآن یه کلمه فوق‌العاده به کار میبره. میگه از زیانکاران شد. یعنی باخت. یه باخت تمام عیار. فقط برادرش رو از دست نداد. یه تیکه از وجود خودش، از انسانیتش رو هم باخت. و با یه پوچی و خلأ بزرگ تنها موند. حالا یه مشکل کاملا جدید پیش اومد. یه مشکل بی سابقه. قابیل با جسد برادرش تنها مونده بود و اصلاً نمیدونست باید چی کار کنه.
تا اون روز کسی نمرده بود، هیچ ایده‌ای از دفن کردن وجود نداشت. سرگردونیش رو تصور کنین با اون بار سنگین روی دوشش، تنها و بیکس. و درست همینجا تو اوج درموندگی قابیل، خدا از یه راه خیلی عجیب بهش یه درس داد. یه کلاغ اومد شروع کرد به کندن زمین با چنگالهاش و یه کلاغ مرده دیگر رو خاک کرد. یه صحنه ساده از طبیعت که تبدیل شد به اولین آموزش دفن کردن در تاریخ، اونم به اولین قاتل دنیا. قابیل با دیدن این صحنه از هم پاشید. فریاد زد: وای بر من! یعنی من عرضه نداشتم حتی مثل این کلاغ باشم که جسد برادرم رو بپوشونم؟ اونجا بود که فهمید یه پرنده ساده از اون باشرفتر و فهیمتر عمل کرده. و اینجا بود که اون حس زیانکاری، اون حس باختن تبدیل شد به یه چیز عمیق‌تر و وحشتناکتر. پشیمانی، ندامت. قابیل شد اولین انسانی که این بار سنگین و خرد کننده رو روی روحش برای اولین بار حس کرد. فکر نکنی داستان اینجا تمیم میشه. نه. تأثیر این قتل مثل سنگی بود که توی یه دریاچه آروم انداخته شد و موجهاش تا امروز هم به ساحل تاریخ میخوره. این کار فقط یه گناه نبود. پایه‌گذاری یه سنت شوم بود که پژواکش هنوزم شنیده میشه. یه حدیث خیلی تکان دهنده از پیامبر اسلام هست که دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه. میگه هر انسانی که به ناحق کشته بشه، یه سهمی از گناهش گردن اولین پسر آدمه، چون اون اولین کسی بود که این راه رو باز کرد. ببینید چقدر عمیقه. گناه قابیل فقط کشتن یه نفر نبود، باز کردن یه در بود، دری که متاسفانه دیگه هیچ وقت بسته نشد. پس در نهایت داستان هابیل و قابیل یه قصه قدیمی نیست که فقط تعریفش کنیم. این داستان یه آینه است. آینه‌ای که نبرد همیشگی درون همه ما رو نشون میده. جنگ بین اون بخش خوب و خالص وجودمون و اون بخش تاریکی که توش حسادت و غرور خونه کرده. و این داستان باستانی ما را با یه سوال خیلی مدرن و شخصی تنها میذاره. اولین جنگ روی زمین سر قدرت و پول نبود. سر یه چیز کاملا درونی بود. خلوص در برابر حسادت. این داستان به همون یادآوری میکنه که مهمترین جنگ‌های ما هر روز بی صدا توی قلب خودمون اتفاق میفته. پس بیایید از خودمون بپرسیم: جنگ امروز من سر چیه؟